بانک ملی تاجیکستان رویخط نوی اشخاص علاقمند با تروریسم را نشر کرده. محیدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان را تحت رقم 1، محمد جان نوری پسر بزرگ مرحوم سید عبدالله نوری اساسگزار صلح و وحدت ملی تاجیکستان را در تحت رقم 2 قرار داده است. در همین حال گلمراد حلیموف وزیر جنگ داعش را از آخرین ها تحت رقم 2260 قرار داده است. این هم در حالی است که در عموم روی خط 2392 نفر را در بر میگیرد. در این روی خط که روز 8 اکتبر در سامانه بانک ملی تاجیکستان گذاشته شده است، تعجب آورش این است که محیدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان یک ائتلاف سازمان‌های سیاسی که به تمام طلبات‌های نظام مردم سالاری و تحملگرایی ارج می‌گذارد تحت رقم 1 آمده است. اما وزیر جنگ سازمان جنگجوی دولت اسلامی تحت رقم 2260 از آخرین های این روی خط. چندی از کارشناسان در صفحه شخصی خود در فیسبوک به این اشاره کرده گفتند فهمیده می شود حکومت تاجیکستان و امام علی رحمان به داعش که در عالم به وحشت افکنی و جنگجویی معروف است اصلا اهمیت قائل نیست و همه دعواهای مبارزه با تروریسمش دروغ است. معلوم می شود در لغت امام علی رحمان تنها آنها تروریست دانسته می شوند که تهدید به جایگاهش دارند. امروز دیدیم که در سایت بانک ملی لیست منتشر شده است که در آن نام‌های رهبری پیمان ملی تاجیکستان استاد محیدین کبیری و برخی اعضای خانواده‌اش و استاد شانعیم کریم و استاد محمد سعید رضایی برادر بابا جان و ما و دیگر برادران و خواهران در آنجا ذکر شدند. این دلالت به چی میکند؟ به نظر من این لیست باز همون تصمیم های سراسیمه و عجولانه‌ای که حکومت جمهوری تاجیکستان پس از شکست در کنفرانس سحر از جمله همین واکنش های سرسری و اعمال عجولانه و سراسیمه است. ببینید حکومت با این راه میخواهد که بالای مخالفین فشار روانی بیارد. نام محیدین کبیری و برادر محمد جان نوری و آنها را در اولی لیست گذاشته است تا اینکه در عموم بالای فعالان مخالفین تاجیکی در اروپا فعالیت میکنند بالای اون فشار روانی بیاد. ولی در اصل اگر نگاه کنیم این لیست خود یک ضربه به خود حکومت است. ببینید در یک کشوری که 9 میلیون اهالی دارد 2400 نفر زیر تعقیب هست و این خیلی یعنی جایی این است که یعنی اینقدر آدم ها بخصوص یعنی عددی بسیاری از اونها زن ها هستند. واقعا این جای فکر کردن دارد باید که چرا مثلا حکومت جمهوری تاجیکستان از این اهالی که اینقدر خورده است فقط برای سیاه کردنی شهروندان خود سعی و کوشش میکند. اگر همون این همون جزئی از همون اعمالی گفتیم که سراسیمه و سرسری و یعنی برای زدن مخالفین هست. خیلی که چند پیش چنین عمل هم صورت گرفت، پیمان ملی رو همچون حزب سازمان تروریستی اعلام کردن. این ادامه همون هست ولی متاسفانه خیلی که میبینیم نه بر این کارها با مثلا ضرری مخالفین هست. همه این کارها برعکس شما میتوانید با آسانی کمبودهای حکومت ببینید و چه سراسری و چه یعنی سراسیمه و سرسری موقف میگیرن و اگر قهر کردن میتوانیم بگیم که بینیشون بگزن و از خودشون ناراحت شوند. بانک ملی تاجیکستان همچنین در روی خط سیاه دیگری خود سازمان‌های تروریستی و افراطی را عبارت از 9 سازمانی در تاجیکستان تروریستی اعلان شده و 10 سازمان افراطی اعلان شده را نشر کرده است.